مادر حقی زیادی دارد. حضرت عبدالله ابن مسعود که حدیث بخاری و مسلم است میگه پیش پیغمبر خدا آمدم گفتم یا رسول الله من احق الناس بحسن الصحبه، شما به من گویه که از همه زاهد بالای من که حق دارد. جوانای خوب به شما وابسته دارد این صحبت. از همه زاهد بالای من که حق دارد. یگان ایشان استاد رئیس محله و ناحیه رئیس جمهور که حق دارد. جناب پیغمبر گفتن امک مادر گفتن حق داره. حتی خوشانو نگفتن که من پیغمبری هستم از همه زاهد بالات من حق دارم، نگفتن مادر.